معرفی دانشمندان. برنامه از رادیو کتاب دریچه به سوی دانایی. یکی از این بزرگواران، دانشمند به نام خدمتگزار صدیق بشریت جناب پوهاند یا پروفسور شفیق یونس است که امروز در مورد آیات متبرکه‌ای که گیاه ها را نام برده با ما و شما صحبت میکنه. استاد بزرگوار، مایک در خدمت شماست، بفرمایید. سلام و احترام و محبت خود بر تمام کسایی که مرا گوش میکنن به عرض میرسانم. دیگه من بسیار مختصر میگم که در قرآن مجید یک تعداد نباتات نام برده شده که بعضی از نباتات غذایی است، بعضی از نباتات زینتی است، بعضی از نباتات و مقصد انواع مختلف نباتات به صورت مجموعی اگه بگوییم در چقدر بخیر میگ در حدود 24 یا 25 نبات نام برده شده. در مجموع صحبت‌های ایشان دو گپ واضح می‌ساخت. یکی مهجور بودن قرآن در بین مسلمانان و دوم بیگانه بودن تعداد از علمای ما به فرهنگ و اصطلاحاتی که در افغانستان کاربرد داره که ایشان بسیار به وضوح و خوبی اشاره کرده. این روغنای نباتی را شهرش دیگر روز میگم که اگر ما این زمین ها استفاده کنیم، کلش اگر یک جای کنیم، ما بین 48 تا 46 تا 48% تاثیرات زراگین یعنی پولیشن هوا را در بدن ما کم میکنه. اینی که سرم باز میکنیم کدام وقت دیگر. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن معتبرترین کتاب هستی است. بیش از همه کتب خوانده می شود و معانی ژرف دارد. اما به قول یکی از علمای دینی، قرآن در حوزه های علمیه هنوز به صورت درست شناخته نشده است. خوشبختانه کسانی در گوشه و کنار جهان با نگاه‌های ژرف و عالمانه ایشان به عمق آیات وارد شده اند و بخشی از آنها را روشن ساختند. یکی از این بزرگواران، دانشمند به نام خدمتگزار صدیق بشریت جناب پوهاند یا پروفسور شفیق یونس است که امروز در مورد آیات متبرکه‌ای که گیاه ها را نام برده با ما و شما صحبت میکنه. استاد بزرگوار، مایک در خدمت شماست، بفرمایید. سلام و احترام و محبت خود بر تمام کسایی که مرا گوش میکنن به عرض میرسانم. دیگه من بسیار مختصر میگم که در قرآن مجید یک تعداد نباتات نام برده شده که بعضی از نباتات غذایی است، بعضی از نباتات زینتی است، بعضی از نباتات و مقصد انواع مختلف نباتات به صورت مجموعی اگه بگوییم در چقدر بخیر میگ در حدود 24 یا 25 نبات نام برده شده. اینال مهمی نباتات که ذکر شده در قرآن مجید یک دفعه نامایش برتان میگم. مثلا آمده بقل که ما او باقلا میگیم یا باقلی میگیم، دیگه عدس است، دیگه خردل است، دیگه بادرنگ است که به نام کسا آمده، دیگه کدوس به نام یقطین آمده، دیگه پیاز است به نام بصل آمده، ریحان است به نام ما او نازبو میگیم، دیگه گندم است به نام زرع آمده، دیگه سیر است به نام فوم آمده، قدبن عبن است که یعنی رشقه و علوفه هاست، دیگه به هر صورت درخت انجیر است، درخت انار است، زیتون است، درخت پیله است، دیگه
انگور است، یعنی تاک انگور، کافور است و دیگه درخت خرماست و درخت های دیگه و خلاصه ای که خمت است که ما رو مسواک میگیم و دیگه صدر است که درخت عناب است، زقوم است که او به نام چی فارسی ما زقوم وجود نداره. باز اینا رو من میگم دیگه از دیگه نباتات یک دو تا نباتات بحری هم است که یکی دری است که ما او رو بیامنک بقه میگیم و دیگه مرجان است. اینا به صورت کل دیگه زنجبیل است از دیگه نباتات که وارد میشه در عربستان نمیره، وارد میشه دیگه فراورده های گیاهی است مثل قطران و مثل من یعنی انگبین و غیره. اینا به صورت مجموعی اینا رو گفتیم. وقتی که من چیز قرآن مجید مطالعه میکردم متوجه شده بودم که بعضی از نباتات نامشان به صورت صحیح چی نشده، ترجمه و تفسیر نشده، ترجمه و تعبیر نشده توسط همین دانشمندای ما. و از اون جهت من کوشش کردم که همون نامای اصلی از اینا را که نامای دری باشه، چرا یک تعداد از ناما را که مترجمین افغان ترجمه کردن ایوازی که همون در زبان فارسی دری بپالن او در زبان فارسی ایرانی نوشته کرد مثل بلدرچین. بلدرچین یک پرنده است ما بودنه میگه، یعنی ببینید که در افغانستان کسی به نام بلدرچین بودنه را نمیشناسه، حالا که اگه بودنه نوشته میکرد کل مردم میفهمید. اینی گپا را من تحقیق کردم و باز بعد از این که یعنی اشتباهات و گپا به گوش مردم برسه من نام کسایی که اشتباه کردن نمیگیرم، چرا که یک دفعه یک قصه خنده‌دار براتون کنم. یکی از کسایی که اشتباهاتش نوشته کرده بودم در یک اثر نامش چرا در هر چیزی که آدم نوشته میکنه به حساب علمی داخل از او اثر ماخذ می باشه، ماخذ نام مؤلف میآید، عنوان چیزی که نوشته کرده میآید، نتیجه در کجا چاپ شده این گپا. باز اینال وقتی که من اولین چیز نوشته کرده بودم اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید، اینجا معلومدار چون که من مؤاخذ داخلش نوشته کرده بودم نامه از اشخاص آمده بود، اما یکی از اشخاص نمیخواید نامش بگیرم، چرا که بازی چی کردم مؤسسه‌ای که کتاب من چاپ کرده بودم دمو تماس گرفته بود و باز یک چیز برخلاف من نوشته کرده بود. یعنی قبول نکرده بودم غلطی های خود یا اشتباهات خود قبول نکرده، باز هم فرقایی نوشته کرده. باز همون ایدیتر که در امریکاست و بسیار برادر بسیار گرامیست برای من، فضل غنی مجددی، او برای من تلفن کرد که این چیزایی خودت نوشته کردی، اما یکی از اشخاص که فلانی کس است و زد خودت نوشته کرد، حالا چی میگی؟ تو جوابش میتی یا نمیتی؟ باید ما قضیه خنده ها رمیز که من برای دکتر فضل غنی مجددی گفتم که نه برادر، ما گپت گفتیم مستند است و اون مؤاخذ دادیم کلشه، لیکن این فرصت ندارم یا این علاقه ندارم که روی یک چیز گفت بود من دیگه چیز بگویم، بود یک چیز دیگه میگه، بود من یک چیز دیگه عمر دو بزنم مور دو بزنم، من اترا علاقه ندارم و لحاظ قبول میکنه و نور علا نور که نمیکنه پناهش به خدا. اینه اینال به می مناسبت بود که و می خواهیم اینال براتان نامای نباتاتی که آمده بود در قرآن مجید کلش براتان گفتم نامایشه. اینال اونمون نباتاتی که در اشتباه در ترجمهش و تعبیرش اشتباه رخ داده اونها را نام میبرم. اولش بقل است که ما او را باقلا میگیم یا باقلی میگیم. این در اکثریت ترجمه های زبان فارسی خصوصا ترجمه هایی که توسط محترمه و گرامی های افغان ترجمه شده این به نام سبزی ترجمه شده. این حال من میفهم که دلیلش چیست. دلیلش چیست که
یکی از دمی دانشمندای که کتابای خود نوشته کرده و ترجمه قرآن مجید و او را در تلویزیون هم میشنیم، در یوتیوب کادنبر اونجا نوشته است که ترجمه قرآن مجید به زبان دری مؤلف شام است و کلی گپا من نامایشان نمیگرم. اینمی بقل که ما باقلا میگیمش، این سبزی ترجمه شده. چرا سبزی ترجمه شده؟ برای که دمی خانواده‌ای که باقلاست مثل نخود، لوبیا و این گپا، وقتی که اون نبات میوه میکنه، اونمو میوه از این دراز یک چیز تو وارد در مابین از او همی دانا می باشه. اونمو رو به زبانهای خارجی مثل فرانسوی و انگلیسی و گپا لیگوم میگن. لیگوم یعنی ترکاری، یعنی سبزی. و لحاظا ایواز ای که بقل در زبان دوطن ما شما اون مثلا دکان بقال است یا بقالی است. در دکان بقال چی می باشه؟ ببینیم اکثریت نمی دانای نباتات فروخته میشه. امو از خاطر ایره سبزی ترجمه کردن که امی خانواده امی نباتات که ما لیگومینوز میگیم به حساب علمی، نخود است و لوبیا است و باقلی است و مچمدس است و اینمی ها وقتی که میوه میکنه، امو بوته که میوه میکنه، امو میوه از رقم یک توبه کار است و او توبه در مابینش دانای باقلی و دانای نخود و دانای لوبیا و گپاست. اونمو به زبانای انگلیسی و فرانسوی و گپا لیگوم میگن. لیگوم یعنی ترکاری، یعنی سبزی. اینا امی برادرای ما که اینا رو ترجمه کردن نیازی که امو فکر کنم که می خود بقل یعنی که اساس کلمه بقال و بقالی و نیگپاس چی رو افاده میکنه، گرفتن به اون مرجع انگلیسی و ترگپا را اصلا گرفتن ترجمه کردن. امور گرفتن نیازی که خود قرآن مجید رو ببینن. و دیگه مثلا کلمه فوم است. فوم ها هم در قرآن مجید ذکر شده که اصلا فوم ها از زبان عبرانی آمده. فومین یعنی سیر. باز ایره همین دانشمندای افغان ایره گندم ترجمه کردن و گندم و سیر ببینیم که بسیار زیاد فرق داره. دیگه قطبن و حبن هم هست که در بعض جایا سیب گفته شده و در بعض جایا دیگه چیزای سبزی گفته شده. دیگه مثلا تلقه بسیاری از ترجمه درخت سایه‌دار ترجمه شده. الان که تلقه کیله را میگیم ما، اینا کیله و درخت سایه‌دار، یعنی از خاطر از این اشتباه کردن که برگای درخت کیله بسیار کلان است و درست است سایه‌دار است، اما ما کیله را به زبان دری داریم که او در قرآن مجید به نام چیز آمده گفتم پیشتر. دیگه مثلا کافور است. کافور هم اصلا از زبان عبرانی به زبان عربی آمدن، چرا در زبان عبرانی که زبان تورات است در او کفر گفته میشه و کفر اصلا درخت حنا را میگن، یعنی که ما خینه میگیمش. اینمی را خود یا ترجمه نکردنش یا ایست که یک چیزای دیگه از دل خود جور کردن. دیگه مثلا خمت است. خمت ما مسواک میگیم و در هیچ اثر این ترجمه نشده، خود کلمه ذکر شده. یا مثلا صدر که ایره ما یک درخت اوناب است، ای بسیار یک درخت زیباست. ایرام یا شکل خودش نگاه کردن یا چی آمدیم سر کلمه زقوم. اونم زقومه که در قرآن مجید آمده. اینا را ایره رقم نباتات ما کاکتوس میگیم، یعنی نباتاتی که اصلا منشی امریکایی داره و به اونو نام یاد کردن. الان خوب که فکر کنیم که وقتی که دین مبین اسلام میایه و قرآن مجید نازل میشه، در اون زمان اصلا کس امریکا را نمیشناخت، نباتات چی میکنیم. و این بیشی یک نبات است که در صحرای عربستان سعودی میروید و نام فارسی نداره و لحاظا بیتا ایوازه که ما زقوم کاکتوس و ترا ترجمه کنیم، بیتر شید که نام خودش نگاه کنیم.
دیگه مثلا دری از نباتات چیز است که ما ایره او که میره با نباتات سبز است، ایره درخت آتشین ترجمه کردن، حالا که ای اونمو او یا خار خوش گفتنش، حالا که دری ما ایره جامنک بقا میگیم. ببینیم که خار خشک و درخت آتشین از جامنک برقه بسیار فرق داره. مترکایی دیگه کلمات هم هست. خلاصه ای که وقتی که میبینیم که حساب کردیم که در حدود 25 نبات در قرآن مجید ذکر شده و دیدیم که تقریبا نصف از بیشی غلط ترجمه شده، نامای دیگه داده شده و این تنها در مسئله چی نیست، در مسئله نباتات. این همه طور اشتباهات وقتی قرآن مجید آدم مطالعه کنه در بسیاری موارد وجود داره. وقتی که حضرت موسی علیه السلام همراه پیروای خود میره به طرف از مصر برآمده و طرف فلسطین میرفتن، در اینجا اینا کلشان خوراک و گپا نداشتن و لذا خداوند بر از اینا نازل میکنه من و سلوا. این سلوا را بسیاری از مترجمین بلدرچین ترجمه کردن. بلدرچین بودنه، سلوا بودنه است. اینال ما در افغانستان به نام بلدرچین چیزی نمیشناسیم کدام پرنده را و لذا میشد که یک آدم همون دیکشنری را واس کنه همون نامش چون خصوصا یکی از این اشخاصی که قرآن مجید ترجمه کردن و بسیار آدم مشهور است و بسیار مردم به او اعتماد داره، اونمو آدم در مصر تحصیل کرده، در مصر زبان عربی ده گپ میزنن. چطور امکان داره که همی سلوار بلدرچین ترجمه کنه و بهتر است که سلوار میفهمید که بودن است دیگه. یا اینا در پالوش من و سلوا آمده، من ما در چیز در زبان فارسی محلی خود یک چیز شیرین است، در عطاری و تو گپا در هر چیز گپ میکنن و اونو را اصطلاحات انگلیسی و تو گپایش گرفتن من و این من خدمت شما عرض کنم که در افغانستان من وجود داره لیکن کس استفاده نمیکنه، اما در ایران استفاده میکنن. من اونمو اصاره است که در درخت ما او را شترخوار میگیم. وقتی که شترخوار در زمینای صحرایی بروید اینال از ساقه از یک اصاره بیرون میشه که او خشک میشه در اثر گرمی و اونمو یک اصاره شیرین است و اونمو را در ایران میگیرن میگرفتن، حالا نمیفهم میگیرن یا نمیگیرن، در ایران میگرفتن از همون شیرنی بسیار مشهور ایرانی را میساختن. بله شیرنی گاز هم میساختن. اینمی من هم یا ترجمه نکردن یا ایست که بیسر این و غیره. این هم ترکایی غلطی ها بسیار زیاد است در تراجم و از اون خاطر است که بازین در مورد نباتات که غلطی ها بود. یکی خب عرض کردم که اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید من نوشته کرده بودم، من آن سالش یادم نمانده و پالو میافهمش، لیکن به هر صورت باشین من در کدام سالی چاپ کرده بودم، در سال 2015 در امریکا چاپ شده بود. بعد از او وقتی که من دیدم که در تعبیر و تفسیر آیات قرآن مجید اشتباهات است، با یک کتاب دیگه نوشته کردم که او بررسی تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر است. این در فرانسه چاپ شد به زبان فارسی در نشرات بامیان که اگر علاقمندا یا کسایی خواسته باشن میتونن که یادداشت کنن. عامر نشرات بامیان آقای عارف عزیز است، یکی از افغانای ماست و من میتونم نمره تلفنش بر شما میگم، ایمیل شما یادداشت کردیم براتون میتونم امیر با نشر کنیم که میشه که بعضی کسا علاقمند باشن که همین کتابی که در فرانسه چاپ شده به دسترس میرسه برای آقای عزیز تماس بگیرن و او رو بگیرن. کسایی که علاقمند باشن که کتاب همین در فرانسه چاپ شده این رو به دست بیارن میتونن برای آقای عارف عزیز تماس بگیرن، زبان فارسی گپ میزنه و اون کتاب به دسترسشون هم قرار داده میتونه. اما این کتابی که راجع به مشخص راجع به نباتات
منتشر شده. اید امریکا چاپ شده، متاسفانه این سال تا حال دیگه بعد از او اثر اونا ندارن که بعد دسترس مردم قرار بدن و اثر هم چاپ نمیکنن. دیگه اینی گپایی میخواستم بگم. ریسرچای خود در قرآن مجید، این آخری کتابی که من به زبان فارسی نوشته کرده بودم، او جایگاه زن و مرد در اسلام است. چرا اینال تمام یا اکثریت تفاسیر قرآن مجید که آدم ببینه، یا تفاسیر یا تراجم، اینا زیادتر جبه مرد سالاری دارن. در مطابق متن آیات کریم، آیات مبارک قرآن کریم و گفتار پروردگار ما بین زن و مرد هیچ تفاوت نیست در هیچ مورد. اگر در مورد آزادی باشه، در مورد تعلیم و تدریس باشه، در مورد خلقت باشه، در هر چی باشه، عالمی خلقت یعنی ما آیت شه برطانیم که نما خلق الانسان من نفس واحد، یعنی ما خلق کردیم انسان از نفس واحد. نفس واحد چی مانا؟ یعنی از یک جسم. بازرگان بازی که تمامی مترجمین و مفسرین نوشته کردن که خداوند انسان مرد خلق کرد، یعنی حضرت آدم خلق کرد، با در طرف چپش حضرت بیبی حوا خلق شد. یعنی این یک تفاوت، یک مرد سالاری است. الان که قرآن مجید میگه انما خلق الانسان، انسان یعنی مرد و زن، انما انسان خلق من نفس واحد خلق کرده. و علوم ساینس ما ایر نمیتونم بگویم که به این آیت هم سر میخوره یا نمیخوره، لیکن در اثر تحقیقات علوم ساینس ثابت شده که در آغاز یک زندگانی که تولید شده بود، یک اجره که تولید شده بود، اونم یک اجره بود که بازی اجره نیم شد و نیمش مذکر شد، نیمش مؤنث، که بازون نباتات مذکر مؤنث و مچم حیوانات مذکر مؤنثی که بازمون زاده شد. ما این چیزا نوشته کردیم در جمله یعنی کتابایی که به ارتباط مجید و چیز و نباتات و ایگپاست. یک کتاب دیگه هم نوشته کردم، من سوالش یادم نیست، که عنوانش از حکمت و نقش نباتات قرآنی و احادیث مبارک در حفظ سلامت بدن. یعنی بازی هر کدام از این نباتات که در قرآن مجید ذکر شده، مثلا انار گفتم پیشتر، رمان، انار ببینید که میوه انار یک خاصیت بسیار قوی آنتی اکسیدنت داره. اینی بازی این خواصی گپا شده این کتاب دیگه آوردیم. خب یعنی کسایی که علاقمند باشن میتونن که بعد آقای عارف عزیز تلفن کنن، میتونن که نام تمام نشرات ما را از بخواین. چرا که من در عارف عزیز دوای فارسی هم در هر سال و فرانسوی هم میتونم در مجموع راجع به مسائل اسلامی و مسائل افغانستان و مسائل فرانسه و دیگه پا و در مجموع 64 کتاب نوشته کردیم. 65مش در زیر مدرال نوشته کردنش بودیم که دفعتاً کامپیوتر ما خراب شد و در صفحه 371 یا 373 رسیده بودم که دفعتاً کامل پاک شد. بودم اینجا یکی از دامادهای ما، خداوند خیرش بده، همیشه خوش آرام باشه، رشتهش همی کامپیوتر است، رشته تعلیمیش و رشته کارش کامپیوتر است. بازی که آمد من گفتم که اینی گم شد از کامپیوتر چطور کنم. بازی پالید بازی آخر گفت کاکا اصلا کامپیوتر کم بسیار کورش و دیخی از بین رفته. باز اینی کسی یک 6 ماه پیشش باز من توقف دادم همی نوشته کردن این گپا را دیگه. اینا دقیقات کلی گپا که من قصه میکنم، یک قصه است که یکی چیز است، نتایج تحقیقات علمی است که ما انجام دادیم در طول عمر خود و یکی هم یکان قصه خنداور هم دقیقاتش است که من یک قصه خنداور هم برتان میکنم. شاید من علاقه که از باشه یا نباشه، لیکن برای خود من خنداور است که من اولین دفعه در زندگی خود وقتی که شراب خوردم در یک مسجد بود در ولایت کنر نورستان. پیش کنمت بود که من رفته بودم در اونجا کار میکردم، همین نباتات ویگپار و طب سنتی و نامای نباتات به زبان
به زبانهای ولایت کنر گپا کار میکردم. خب خامخا در ارتفاع من بسیار مانده شده بودم، در بغل یک درخت تکیه کردم که دم امراض شود. یک تکیه کردم، مرخو برد. وقتی مرخو برد، یک شاید من چون خدا نیم ساعت بود، شاید 40 دقیقه بود یا کمتر یا زیادتر، دیدم که یک آدم مرا شور میتشانی. من بیدار شدم. وقتی بیدار شدم دیدم که یک آدم ریش سفید است. سلام دادم، کاکا سلام علیکم، خیریت است؟ چرا؟ گفت بچه چرا تو در بغل درخت خو کردی؟ اینجا تو خبر نداری که هم خرس هستم؟ گفت امکان داره که به تو رو بخورم. چی میکنی اینجا؟ من گفتم اینو من اینجا کار میکنم. بسیار خوب مانده شد و اینجا ششتم مرا خو برد. گفت که خیریت که مانده شدی، بیا من یک جای میبرم که دمت بگیری. نیرم ای برای آورد داخل مسجد. گفت اینجا برو برون بالا سر یک توشک چه کام بر من داخت. گفت سر تبان قرار یک چند دقیقه استراحت کن. گفتم خوب. یک چند دقیقه بعد آمد که در نورستان در اون زمان این کاسه شیشه‌ای و اطلاع نبود. زمان کل کاسه گپا چوبی بود. در مابین یک کاسه چوبی بر من یک چیزی، یک شربت و یک چیز آورد داد. گفت بچه مینی رو بخو، این دمت راست میکنه و باز میتونی که چی کنی. خب وقتی که من گرفتم که بخورم، دیدم که بسیار بوی الکل میده. حیران ماندم که این در مسجد الکل بادی رو. گفتم کاکا ایره ببخشین، ایره از کجا کردیم؟ کی برتان روان کرده ایره؟ گفت که ایره کسی بر من روان نکرده. ما در جنگل تمام نباتات که شیرینی داره و رنگ سرخ جمع میکنیم، اینه میارد یک خم مندازیم، یعنی یک هفته دو هفته بعد که چی میشه اونم عوشه. وقتی که ما بزار در کوب میچرانیم پس ما بسیار مانده میباشیم، این زمین یک کاسه میخوریم، خلاص دم راست میشه و بس خلاص دیگه. بعد من گفتم کاکا، گفتم این خود شراب است. من خیلی خبر ندارم که شراب است. ما چی میفهمیدیم؟ این فقط به حساب ما بریتانیا در چی بود؟ ولسوالی سیغان. به حساب ما مردم سیغان این فقط و فقط اونم اول میوست ما میخوریم، دم ما راست میکنه. این هم یک قصه خنداور بود. اولین دفعه در عمر خود شراب خوردم، او در یک مسجد بود. بسیار تشکر استاد بزرگوار. بله، ما همینجا یک بار دگام یک ریسرچ میکردیم سر تاثیرات یعنی پولوشن هوا سر نطفه که در شکم انسان است یا در شکم یک زن است یا در شکم یک حیوان. سر از او ما تاثیرات زراگین پولوشن هوا را کار میکردیم. نتیجه از او ما به یک جای رسیدیم که این روغنای نباتی را شهرش در روز میگم که اگر ما این زمین ها استفاده کنیم، کلش اگر یک جای کنیم، ما بین 48 تا 46 تا 48% تاثیرات زراگین یعنی پولوشن هوا را در بدن ما کم میکنه. اینی که سرم بود میکنیم کدام وقت دیگه. بسیار خوب صاحب. هفته آینده انشالله بازم ما در خدمت شما هستم استاد بزرگوار. بیننده های گرامی تشکر از اینکه با ما بودین. یقینا با ما موافق خواهی بود پوهان صاحب شفیق یونس با تواضع و شکست نفسی قصه های بسیار صمیمانه و آموزنده را با ما و شما در میان میگذارم. در مجموع صحبت های ایشان دو گپ واضح می ساخت. یکی مهجور بودن قرآن در بین مسلمانان و دوم بیگانه بودن تعداد از علمای ما به فرهنگ و اصطلاحاتی که در افغانستان کاربرد داره که ایشان بسیار به وضوح و خوبی اشاره کردند. ضمن تقدیر و تشکر از پوهان صاحب شفیق یونس و از شما بیننده های گرامی که برنامه را دیدین، امیدوارم با پسند، انتقاد و پیشنهاد مشوق کارهای داوطلبانه رادیو کتاب باشین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.